شما سپاه پاسداران را متهم میکنید که با فئودالا در رابطه است. سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت. و ما امیدواریم که مردم قضاوت همیشگی خودشان را خواهند کرد، قضاوتی که پشت دشمنان این مرز و بوم را به لرزه درآورد. این قضاوت خلق هاست، قضاوت عده‌ای قدرت طلب و انحصارگرانی. من بحثم در اینجا تمام میشه. بعد برادر دیگه این مدرک در مورد فردی به نام حاج نوری یمودی از وابستگان رژیم قبلی که در خونه ایشون انبار مهمات و انبار آذوقه بوده و ما از برادران رادیو تلویزیون خواهش کردیم، گفتیم برادران شما برید با مردم صحبت کنید، برید این سنگرها رو ببینید، برید که این چطوری اینها که بعداً برادرمون شهر میدن چگونه اینها سنگرهایی درست کردن و گویا که بزرگترین دشمنان خودشون رو در قلب ملت ترکمن پیدا کردن میخوان بزنن.